صبح سفید و پربرف 9 دکبر را ساکنان خوجند با خوشی پیشواز گرفتند، اما به زودی داده شد. برف کلان زندگی آنها را دشوارتر کرد. در راهها ماشین کم، آدمان به کار دیر می‌کردند و عصبانی می‌شدند. همچنین اگر نقلیات ما نه جمعیتی نه از اون خصوصی رو وایبل تیار نیست، چون که اکنون از بالون میگن بالون ها پس شده نمی‌جا می‌بینید سواد می‌کنن دست معلوم. چون خود ما کارمندانی از اون جوی و ها کوچه هم آنقدر آماده نیستن، چون که نه بر وقت تیار کردن که به مامونیت نه امروز پرابلمی اکثر دانشجوهای هم درمانی آموزگاری هم درمانی نقلیات کم مثلا سباکو کارخانه همه جا تاثیر خودش رسانده. این وضع در شهرهای دوشنبه چناق هم دشواری‌ها آورد. هرچند رسما راه بسته نشد، ولی حرکت نقلیات بارکش را منع کردند. ولی هوا را دیده بسیاری‌ها از سفر در این راه خودداری می‌کنند. باشندگان منطقه شمال تاجیکستان زیاد سرد شدن هوا و به طور بی‌سابقه برفریزی شدید را به تغییریابی اقلیم در منطقه ربط می‌دهند. اقلیم شناسان هم در گزارش‌هایشان قبلا گفته بودند که در چند سال نزدیک دگرگونی باد و هوا مشاهده خواهد شد و به انکشاف رستنی و محصولات کشاورزی تاثیر خواهد رساند. ولی عین حال مشکلاتی که در پی سردی‌ها مردم ولایت سوخت به خصوص در ناحیه‌های دوردست دارند، این دسترسی کامل به گرمی است. هوا امروز نزدیک به 10 گرادوس خنک شد. شهروندان میگویند چنین حالت برای خوجند و اطراف آن غیر عادی است. آخران زمستانی ویگی خاطر من 68 بود بار پیکلا هم وقت دایره نخکری بود ما خکی بازی میکردیم چه بود ویگا بود نیم سال هم نه چندین سال باز نبود 2008 بود نیم سال هم برفی کلام دست خونک هم دست ممکن نباشه این برفای اولین این آب برای دریاها پر شدن و اکنون باز چی برای خونک و برف و بارش گریپ و دیگر کسیلهای ساله کم میکنند. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده برف بزرگ میتواند سبب بهمن یا ترمه شود و سپس یخبندان سبب بسته شدن راهها. توصیه داده می شود که شهروندان به ضرورت واجب از حرکت یا کار در منطقه های خطرناک خودداری کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.